دوستان عزیز درود. آغاز نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل چون پیشتر مال و مال ترانسفرهای تاجیکی است. اگر در مورد سخنهای دلگرم کننده از بازیگران تیم‌های خارج حرف زنیم، باید گفت که ویلیان جمعی مارسلوی تاجیک و خود وحدت جنگلاموی میتواند شرطنامه کاریش با تیم ایرانی را تمدید نماید. قرارداد کنونی وحدت حنانوف با پرسپولیس تا ماه ایون سال 2024 به نقشه گرفته شده است. دسته پشتیبانی شونده از جانب حامیان وطن یا خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافعه نیز به مثال خرس الله از خواب گران زمستانی بیدار شده در بازار اقلاً یک دو ترانسفر عملی کرد. این یکی از ترانسفرهای آنها گزارش فوتبالباز ایرانی به صف ارتشیان بوده. قرارداد همکاری تا آخر موسم سال 2023 است. حسین نوربخش در گذشته در هیئت دسته‌های شهدا اجا، گل ریحان، اترک و نیکان در لیگ یکم ایران هنرآزمایی کرده است. امیدواریم دعوت این بازیگر تکرار ثمره کاری عباس عزیزی اصل نبوده، بلکه آمدی دیگر باره امین سبحانی را به یاد می آورد. بعداً از آن میگوییم که فیضکند واسه باز هم بازیگری نو آورد و این هم ضیاءالدین فضیلov است که شتابان به داد واسگی ها رسید. بازیگر نوبتی دیگری فیضکند باشد محسن جان عبدالجبارov می باشد که شرطنامه با این بازیگر تا آخری سال 2023 مهلت دارد. همچنین بازیگران با نام عوض قمچینوف، ارتور بوگنان، ژوزف فیومبا، عبدالخالق علیموف و اسماعیل علی مردانوف با دسته فیضکند واسه تا آخر موسم سال 2023 قراردادهای همکاری به امضا رسانیدند. از این پس دسته فیضکند در برابر اینتر بازیگر با نسب انانا و بازیگر با نسب پرزیدنت سابق آمریکا اوباما خواهد داشت. این نفران فیضکند اتم انانا و بیل اوباما می باشند که قرارداد همکاری یک ساله به امضا رسانیدند. ترانسفر دیگری فیضکند معنای آن را دارد که اگر بازیگر به روشنی کلوب پسند نآمد، ایستگاه نوبتیش یا فیضکند و یا حاصلات خواهد بود. مقصد گپ لیگانر هم باشد باید بیگانه نشود. اینجا گپسر حسن مصلح فرای کانادایی می رود که در بررسی روشنی کلوب قرار داشت، اما جانب‌ها برای بستن قرارداد همکاری به سازش نرسیدند. حسن فرح مصلح الکی همراه با دسته جدیدش برای اشتراک در جام لیگ فوتبال تاجیکستان و شهر خوجند سفر کرده بود. بر زمین سابق دروازه‌بان روشنی کلوب پروسپر گبکو دور نرفته اجاره نشینی در خانه همسایه را انتخاب کرد. این معنای آن را دارد که دروازه‌بان نام برده کارنامه‌اش را در دسته فیضکند ادامه می‌دهد. مهلت قرارداد را تنبل‌ترین ها هم می‌دانند که تا آخر موسم نوین است. بعد به نظرسنجی دعوت کردن مهاجم 20 ساله روس ارتور ساخیف، روشنی کلوب بازیگران روس و اوکراین را زیر یک چتر متحد کردن است. ارتور ساخیف دستپرور دسته دیگورای ولادیکاوکاز بوده. تجربه بازیکنی در هیئت دسته‌های دینامو استاوروپول، هیئت جوانان رستاوی لبیدان، ناروانک ارمنستان، دیناموی مخچقالها و اسپارتاکی ولادیکاوکاز دارد. آخرین مکان فعالیت بازیکن تیم سنتوکی از لیگ دوم روسیه به شمار می رود. از تیم های لب آمو بسیارتر گفتیم و بیایید اکنون به پولداران زیرک لب سیردریا هم یک نظر کنیم. آنجا این نوبت هم بانکداران خوجندی از خود صدا بلند کرده با بختیار ظریفوف تا آخر موسم سال 2023 شرطنامه به امضا رسانیدند. در برابر این تیم اسخاتا بعد نشان دادن معاش کاری یک فوتبالباز به پول ازبکی به زودی بازیگر ازبکستانی را شامل تیم کرده توانست. دفاعگر 26 ساله ازبکستانی احرار اینایتوف که موسم گذشته شرف دسته اندیجان را حمایت می‌کرد به صف دسته اسخاتا پیوست. احرار دستپرور دسته مشعل بوده. تجربه بازیکنی در هیئت دسته‌های استقلال فرغانه، ینگیار و اندیجان کشورش را دارد. خوجند هر ساله بعد استقلال مدعی بحر قهرمانی باشد از ترکمنستان بازیگر آورد. قرارداد همکاری با سلیمان موحدوی 22 ساله چون هر وقت تا آخری موسم است. سلیمان دستپرور مکتب فوتبال المپی اشقاباد بوده. پسر حمله‌وری در گذشته معروف ترکمن چاریار موحدوف می باشد. بازیگری مذکور همچنین تجربه بازیکنی در تیم‌های التین اسیر و اهل دارد. از سال 2012 باشد پیوسته به منتخب ترکمنستان دعوت می‌گردید.
بارسلونا برای بسیاری های محبوب در تاجیکستان بدون اینکه یک وقتها از مهارت ستارگان برزیلی خوب استفاده می نمود، این نوبت از فرزندان ستارگان درخشان کار خواهد گرفت. اینجا گپسری پسری رونالدینیو می رود که چند پیش با بارسلونا شرطنامه امضا کرد، ولی نخست کمی از رونالدینیو قصه می کنیم. دقیق ترش رونالدینیو گاوچو از سال 2003 تا سال 2008 پیش از گذریش به میلان 5 سال در صف بارسا زیبایی خاصه فوتبال را به همگان نمایش داده. در این فرصت توانست که از 207 بازی با پیراهن نیلونوری ها با 94 گل و 70 پرتافت گلی از میدان بیرون شود. بر زمین آمارها نفری پرتبسم و افسونکار میدانی 2 مرتبه در لالیگا و سوپرجام اسپانیا به پیروزی رسیده. در ردیف گرفتن جایزه لیگ قهرمان‌ها همچنین دارنده توپ طلایی در سال 2005 است. خلاص که جایزه های زمانی بارسلونا ارزشمند و بیشمارند، ولی پسری 17 ساله رونالدینیو که قدم های نخست به تیم جوانان بارسا نهاد شرط و ضرور است تا از پیراهی شرف پدری دستانش الهام گیری نماید. پسر رونالدینیو یا خود ژائو مندش 17 ساله چطور اشاره شد بعد گذشتن از مرحله سنجشی با تیم جوانان بارسا زیر شرطنامه کاری سایه دست گذاشت. پیشتر باشد حمله‌ور برزیلی با کروزیرو قطعی شرطنامه کرده بود، هرچند که از روی مقال مردمی از گندم می‌روید و از جو می‌براید. تا به حال مسند ورزشی فوتبال بازان به مثل رامیو بکهم، کاسپر شمیخل، دیلی بلیند، تییاگو الکانتارا و جوانی سیمیونه و مثال کارنامه پدرانشان روشن و خاطرمان است. امیدواریم که پسر رونالدینیو تاریخ بازی مجلای خیش میتواند دیگر باره از تبسم‌های فراموش ناپذیر پدر را در میدان‌ها احیا نماید. در مورد رونالدینیوی داستان و پسر او که گفتیم، بیایید سخن سری افسونکاری دیگری برزیلی را با توپ دوام می‌دهیم. این نفر البته که در برابر رونالدینیو قهرمان دیگری جهان در صف منتخب برزیلیا بوده، رونالدوی دندان بزرگ است که هم در بارسا بازی کرده و هم با پیراهن رئال درخشانی داشته است. اما چیز جالب آن است که بارسا زمانی گزارش رونالدو به رئال 10 میلیون یورو از این ترانسفر کم کرده توانست. این کار چگونه به دست آمد در حالی که خودی رونالدو از اینتر شامل رئال شده بود؟ رونالدو از اینتر به صف رئال آخر ماه آگوست سال 2002 گزارش خیش را انجام داده بود. ارزش گزارش 45 میلیون یورو را تشکیل داده بود، اما دلیلاً دسته مادریدی بهره بازیگری برزیلی 10 میلیون یورو کمتر از این مبلغ را پرداخت نمود. هرچند که عجیب هم باشد، برای رئال در این کار بارسلونا کمک نموده است. چطور این رخ داده است؟ ساعت‌های اخیر روزانه تابستانه ترانسفری رئال به طور فوری در جستجوی مبلغ‌ها برای خریداری رونالدو بود. پول‌ها باید از جانب بارسلونا می آمد. دسته‌ای که میبایست از برای فرناندو ماریینتس 15 میلیون یورو پرداخت می‌نمود. اما وقتی 2 ساعت ماندن به محکم شوی روزانه تابستانه ترانسفری ارتباط قطع گردید. جانب‌ها در مورد نقطه‌های شرطنامه به موافقت رسیدن نتوانستند. رئال می‌خواست بازیگر برزیلی را از دسته جواب دهد، چیزی که تنها به منفعت بارسا بود. در همین فرصت‌ها اینتر علاقه ارنان کرسپو را خریدگی بود و پرزیدنت باشگاه ماسیمو ماراتی 2 حمله‌ور معروف را در دسته نگاه داشتن نمی‌خواست. وابسته به آنکه رئال ماریینتس را فروختن نتوانست، امکانیت‌های اینتر در خلاص شوی از رونالدو از دست می‌رفت. از این رو لازم شد تا به جانب‌ها گذشت کنند. نهایت کار رئال بهره رونالدو 45 میلیون یورو نه بلکه 35 میلیون یورو پرداخت نمود. با وجود این باشگاه به موافقت رسیدند که رئال در آینده به اینتر سانتیاگو سالاری یا استیو مکمانامان را روان می‌کند و یا که 10 میلیون یورو در شکل علاوه پولی ارسال خواهد کرد. انتظار می‌رفت در دایره ارتباطی ترانسفری با اشتراک رونالدو به اینتر ماه ژانویه سال 2003 عیناً خود سالاری گزارش می‌کند، اما گزارش قطع گردید و اینتر از رئال 10 میلیون یورو نگرفت و سببش نیز تا به حال معلوم نیست. سالاری به اینتر تنها بعد 2.5 سال رفت و این ترانسفر علاقه به گزارش رونالدو هیچ ربطی نداشت. تقدیر این ارتباط ترانسفری باشد با سناریوهای مختلف خاتمه یافت. ماریینتس تابستان سال 2003 با موناکو گزارش کرد و در اولین موسم خویش به فینال لیگ چمپیون ها رسید. کرسپو باشد ناموفقانه به اینتر رفت و بعد 1 سال راه سمت
چلسی پیش گرفت. راستی سال 2006 ارنان به اینتر برگشت و آنجا 3 سال گذراند. رونالدو باشد در رئال آماری خوب به کف کرد. 177 بازی با پیراهن شاهانه گذرانیده 103 گل به کیفی شاهان زده بود. چلسی چشم گرسنه در بازار که زمستان کسی از پیشش برآمده را خرید و به لندن برد، همکنون با جایگیری در کرسی راحت میتواند یک به یک خریدارهای زمستانه نالازمتر را به اجاره روان نماید و الکی یک نفر نو آمده به وطن بابایی رفت. روشن‌تر کرده گیریم نیمهایگر اندری سانتوس تا ماه ایون به اجاره به واسکو دا گاما روان کرده شد. فوتبالباز 18 ساله طبق قرارداد میان جانب‌ها در تیم برزیلی تا تابستان تکمیل مهارت کرده در زمستان محض از خود واسکو بر عوض 12.5 میلیون یورو خریداری شده بود. تا حال باشد این برزیلی در صف کبودها یگان بازی نگذرانیده بود و دیگر در این موسم نخواهد گذرانید. سال 2022 باشد نیمهایگر برزیلی 27 بازی در سری بی برزیلیان گذرانیده بر زمین 8 گل باز از 9 کارت زرد و 1 کارت سرخ هم دست نکشیده است. در صف منتخب برزیلیا U20 باشد سانتوس در 4 بازی توانسته است 2 گل زند، ولی برای چلسی تشنه گل باشد یگان گلی سانتوس در کار نیست. از این رو هم پوتر او را بازپس به وطن فرستاد. در روسیه باشد تیم‌های فوتبالی یک وقتا پورا بر هم خورده دیگر باره احیا می‌شوند و سابق بازیگران منتخب و نفرانی به نکاوت فرستاننده داور بازی مسئولیت این دسته‌ها را بر دوش می‌گیرند. به قول دیگر رامان شیروکوف دیرکتور گنرالی باشگاه فوتبالی ساتورن اعلام گردید. در این باره سابق دیرکتور گنرالی دسته کنستانتین کلیموف اطلاع داده بود. رامان شیروکوف دیرکتور ساتورن اعلام کرده شد من از 3 مارس در این وظیفه نیستم و بر عوض من شیروکوف آمد. شرطنامه کاری 5 سال را تشکیل می‌دهد. من در ساختاری باشگاه میمانم و معاون او خواهم بود، گفته است کلیموف. رامان شیروکوف باشد در طول مسند ورزشی در صف زینیت، سپارتاک، سسکا، کراسنودار و منتخب روسیه برآمد کرده سپس در وظیفه دیرکتوری ورزشی تیم‌های خیمکی و دینامو بوده است. او از سال 2019 این جانب کار نکرده است. در خط حمله تیم سرخپوشان انگلیسی نیز سر از تابستان تغییراتی کلی می شود و از روی این تغییرات رابرتو فیرمینو دیگر از کرسی احتیاطی هم شامل میدان شدن نمی تواند، زیرا بازیگر برزیلی قرار کرده است که از لیورپول می رود. فیرمینو در صف لیورپول بیشتر از 100 گل زد، 7 جایزه را صاحب شد و به باشندگان انفیلد تبسم‌های ناتکرار هدا نمود. رفتن فیرمینو معنای آن را دارد که از سگانه افسونکاری مانه فیرمینو صلاح در لیورپول تنها بازیگری مصری میماند. رابرتو فیرمینو چطور گفتیم لیورپول را چون فوتبالباز آزاد ترک میکند و در این باره علاقه به یورگن کلوپ هم گفته است. رسانه‌های پیشتاز انگلیسی باشند بر آنند که فیرمینو دیگر پایه کلیدی لیورپول نبوده، اگر که در موسم قبلی بازیگر برزیلی بیشتر از برای جراحت‌ها کم بازی میکرد، در این موسم باشد از روی صفت‌های بازیش وقتی کمی را در میدان صاحب می شود. آخرین مراتب در سال 2022 فیرمینو روز 12 نوامبر مقابل ساوثگمپتون از دقیقه‌های اول وارد میدان شده بود و گل هم زده بود. در جام جهانی سال 2022 باشد شامل هیئت نگردیده سال 2023 تنها در 5 بازی به میدان آمده است. بر زمین نام قهرمانان خط حمله باشگاهی هم دیگر شده است. فرصت‌های اخیر لیورپول بهر 4 بازیگر نوی خط پیش لوئیس دیاز، داروین نونیز، کودی گاکپو و فابیو کاروالیو 175 میلیون یورو مصرف کرده است. 3 نفر از اینها 8 سال خردتر از فیرمینو میباشند. هرچند شرطنامه نوی تا سال 2025 به بازیگر برزیلی پیشنهاد شده بود و کلوب میخواست فیرمینو در دسته بماند، ولی خودی رابرتو درک نمود که فرصتی رفتن آمده است و به چنین قراری نهایی هم رسید. اگر به تاریخ برآمد این برزیلی در شهر لیورپول نگریم، بعد گزارش 41 میلیونی رکورد از بوندسلیگا تابستان سال 2015 فیرمینو توانست شامل یکی از بهترین سگانه‌های فوتبالی شود. از همان دوران تا به حال بابی 107 گل در 353 بازی به ثمر رسانیده سرنتیجه ترین موسم برایش موسم 2017-2018 است. 27 گل،
15 در پرمیر لیگ انگلیا و 11 گل دیگر در یوروجام ها. مهمتر از همه فیرمینو در لیورپول صاحب 7 جایزه گردید. همه 4 جایزه های انگلیا، لیگ چمپیون ها، سوپر جام اویفا، جام جهانی باشگاهی. گل های بابی به لیورپول قهرمانی های دیر انتظار و پیروزی در لیگ چمپیون ها آوردند. سالهای اخیر نسبت فیرمینو از دسته های ناماشنا توجه خاصه میشد. به هر حال بعد گذشت 8 سال در لیورپول، فیرمینوی از هافنهایم آمده دسته محبوب را خیرباد میگوید و بهر ادامه سرگذشت فوتبالی اندک هم باشد در رسته های بازار به استراحت خواهد برآمد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنصت و پیروز باشید.